بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شما عزیزان. توی این فیلم انشاءالله میخوام در مورد فتوشاپ با شما صحبت کنم و این نرم افزار بسیار بسیار محبوب و خوب رو یه مقداری آموزش بدم. نرم افزار فتوشاپ تقریبا معروف ترین نرم افزار ویرایش عکس هست که آپشن ها و امکانات خیلی خوبی داره. توی این فیلم از چند تا از امکانات خیلی خوبش استفاده میکنم، آموزش میدم تا شما بتونید عکس‌های خودتون رو ویرایش کنید. خب من توی این فیلم دیگه از مقدمات پرهیز میکنم، مستقیم وارد کار میشم. یکی از ابزارهای خیلی خوب ابزار مهر هست. ابزار مهر من دیگه دونه دونه ابزارها معرفی نمیکنم که کسل کننده باشه، استفاده میکنم. در حین استفاده حالا دونه دونه اون مهم ها رو به شما توضیح خواهم داد. خب من برای اینکه حالا تصویرم یه خورده واضح تر بشه میتونم اون رو زوم کنم. برای زوم میتونم کنترل رو نگه دارم و دکمه مثبت رو بزنم. خب فرض کنیم من این فرد رو میخوام از اینجا پاک کنم. با ابزارهای فتوشاپ میخوام این کار رو کنم. این فرد رو میخوام پاک کنم. این ابزار مهر در واقع چنین کارهایی رو برام میکنه. میتونه از یه چیز یه جا کپی کنه اونجا پیست کنه. خب من مثلا میخوام از اینجا پیست کنم بالاتر. دکمه آلت رو روی کیبوردم فشار میدم، بعد شکل موس هم عوض میشه. میبینید میگه که یک جایی رو به عنوان مرجع انتخاب کن که من از اونجا کپی رو شروع کنم. میگم مثلا از اینجا شما کپی کن. خب حالا میگه میخوای کجا کپی کنی. یه تیکه هم برام نشون میده که جاشو درست تشخیص بدم. من چون میخوام دقیق بشه این خط رو توجه میکنم که این روی خط پایینی بیفته. خب یه کلیک کنم جاش مشخص میشه. حالا دیگه با خیال راحت کلیک های بعدیم رو انجام میدم. خب میبینیم که این فرد آروم آروم داره از اینجا پاک میشه. خب این پایینم برم. یک بار دیگه همین حرکت رو میرم چون میخوام رنگش بهتر بشه از اینجا. نه رنگش جالبم نیست. این رنگ اینجا رو تست کنم ببینم. آره این بهتره. خب یه چند بار این حرکت رو با همین دستور مهر انجام میدم ببینم که میتونم راست کلیک کنم سایزش رو کوچیک کنم و از اینجا یکی دو بار بگیرم. حالا تقریبا خوب شد. فقط اینجا یه خورده رنگش یه جوری شد انگار. رنگش یه جوری شد. اینجا هم یه دونه از اینترنت که گرفتم چنین چیزایی روش نوشته، میتونم با همین ابزار دوباره پاکش کنم. از اینجا میگیرم کپی میکنم اینجا. اسم ابزارش هست روتوش، یعنی چیزای اشتباه برام پاکش کن. حالا خوبه. این رنگ رو هم ببینم چجوری میتونم کم کم محوش کنم. میخوام خیلی ابزارهای مختلف رو تو این فیلم نگم که حالا قاطی نشه یه خورده، اما خب بذار یه ابزار دیگه هم برای این کار استفاده کنم و اونم چسب زخمه. خب چسب زخم هم یه کنترل زد بزنم. حالا یه جوری تقریبا رنگ ها رو مشابه سازی میکنه برامون. حالا من تقریبا دیگه راضی هستم. خوبه. اینم که طبیعی بود. از قبل عکس اصلی این یه تیکه رنگش مشکل داشت. خب بیام قسمت بالا. این هم میتونم باز با همون دستور مهر مثلا کنار اینو کپی کنم اینجا و اینو پاک کنم. خب اما میخوام یه دستور دیگه هم تست کنم که حالا اونم دیده باشین. توی این چسب زخمه که راست کلیک کنی یه چند تا دستور هست. یکیش پچ تول هست. اینو انتخاب میکنم. میگم که من میخوام اینجا یه بار کامل تر بگیرم. میگم میخوام اینجا
مشابه اینجاها باشه. خب فقط این یه تیکه رو چون میخواد ادغام کنه خیلی جالب عمل نکرد، خوشم نیومد. از همون دستور مهر دوباره استفاده میکنم، یه خورده درشترش میکنم و میگم که مثلا اینو اینجاها کپی کن. خود سایزش هم کوچیک کنم. حالا اگه بیشتر زوم کنیم یه خورده دقتمون هم میتونه بالاتر بره. خب این از این ما تونستیم این فرد رو از این تصویر حذفش کنیم. حالا تو مرحله بعد میخوام عکس یه نفر دیگر بذارم اینجا. مثلا شما میتونید عکس خودتون رو بذارید. حالا من برای اینکه عکس مثلا فرد خاصی رو نذارم یه عکس یک بازیگر رو انتخاب کردم. عکس رو چجوری میتونیم بیاریم؟ میتونیم از دو قسمت فایل اوپن بزنیم، هر عکسی که از حالا تو کامپیوترمون داریم، چه حالا از دوربینمون گرفتیم چه از اینترنت گرفتیم، میتونیم اوپن کنیم. پس فایل اوپن رو که بزنیم میتونیم عکس رو بیاریم. فتوشاپ یک نرم افزار ویرایش عکسه، هم میتونید عکس‌های موجود رو ویرایش کنید، هم میتونید خلق عکس کنید، مثلا پوستر و اینها بسازید. حالا اگر تونستم در فیلم‌های بعدی در مورد امکاناتی که برای ساخت پوستر یا بنر و اینجور چیزا دارم صحبت کنیم. خب من از عکس آقای شهاب حسینی میخوام استفاده کنم. فرض کنید این عکس رو میخوام بذارم اونجا. چجوری میتونم فقط این فرد رو جدا کنم؟ زمانی میتونم این کار کنم که دور و برش رو پاک کنم، و این عکس رو انتخاب کنم بذارم اونجا. خب میریم سراغ یک مفهومی توی فتوشاپ. ببینید باید اول این مفهوم توضیح بدم. میریم رو قسمت فایل، میگیم که یک عکس جدید میخوام بسازم. وقتی میگی عکس جدید میخوام بسازم، ازت میپرسه که میخوای پشتش چه رنگی باشه، سفید باشه یا اینکه مثلا یه رنگی رو انتخاب کردی، مثلا اینجا میتونی یه رنگی انتخاب کنی مثلا قرمز، بزنی بگی اون رنگی بشه. و یه گزینه بعدی داره به اسم ترانسپرنت. ترانسپرنت یعنی پشتش خالی باشه. من یه دونه بسازم. ببینید این شطرنجی هایی که میبینید در واقع یعنی خالی، هیچی نیست پشتش، نه رنگی پشتش نیست. و اگر شما یه عکسی رو اینجا کپی کنید پشتش خالیه. حالا مفهومش چیه؟ الان میخوام اینجا بهتر بهتون توضیح بدم. اولا اینکه فرض کنید من این عکس رو یک بار میخوام پشتش رو پاک کنم، خالی بشه. بعدش که خالی شد میتونم این منظورم که دور و برش رو خالی کنم و آقای شهاب حسینی رو از توش بردارم، انتخابش کنم. یه ابزاری هست اینجا میتونه انتخاب کنه برامون. فقط باید یه خورده دقیق باشیم. زوم کنم. مثلا میتونم از اینجا انتخاب کنم، خیلی با احتیاط. حالا یه تمیز در نیامد دیگه. از حالت انتخاب خارج شد. یه بار دیگه مثلا میتونم با احتیاط این کارو کنم. میبینید خیلی کار دقیقی اینجوری نیست با این ابزار. حالا میخواستم یه بار فقط تست کنیم با هم. خیلی دیگه نتونستم با دقت کار کنم چون فقط میخوام این ابزار رو ببینید. من از این استفاده نمیخوام کنم، از ابزار خیلی بهتری داره فتوشاپ. انگار که این عکس چاپ شده و ما قدیما همین کارو میکردن، برای اینکه عکس رو ادغام کنن چاپ میکردن، بعد با قیچی خیلی با دقت اینها رو میبریدن. خب
حالا من میخوام اینو مثلا کپی کنم بیارم توی این عکسه. برای این کار میتونم بگم که آقا اینو بیار، این عکسه بود، دیدید انتخاب کردم آوردم اینجا، حالا ولش میکنم میاره اینجا. حالا اندازش رو یه خورده میزوم کنم، بزرگه. حالا میتونم دوره تمیزترش کنم. خب خیلی جالب نشد چون خیلی بد انتخاب کردم، دور و برش تمیز نیست. من اینجا این لایه رو خاموش میکنم. میبینید اینجوری فتوشاپ لایه ها رو میتونید چند لایه است، یعنی این عکس پس زمینه که اونجا بود اینم من روش اضافه کردم، میتونم لایه‌اشو خاموش روشن کنم. من از این خوشم نمیاد، میخوام یه بار دیگه خوب بهتر ببرمش اینو. برای اینکه بهتر ببرم یه ابزار اینجا داره، به جای اینکه بهتر انتخابش کنم این ابزار خیلی جادویی انتخاب میکنه، اسمش هم همینه، انتخاب جادویی. میگه که مثلا من اینجا که کلیک کنم این رنگ های مشابه رو انتخاب میکنه، رنگ های مشابه رو. اما خب این که یه رنگ نیست من راحت انتخابش کنم. میتونم بگم که مثلا این رنگ ها رو بیا پاکش کن. خب الان در مورد این میخوام صحبت کنم. اینجا این ابزار انتخابه، یه دونم اینجا هست این پاک میکنه، این همینه ها، این فقط انتخاب میکنه، این اون انتخاب رو پاک میکنه. من میخوام اول دور و برش رو پاک کنم، خالی کنم، برسم به این فضای خیلی خالی. خب میام اول دور و برش رو پاک میکنم، این انتخاب میکنم، میام اینو پاک کن. میبینید این رنگ رو برمیداره پاکش میکنه، رنگ رو مشابه این رنگ رو برمیداره پاک میکنه. چقدر قشنگ. اوه اشتباه شد. کنترل زد رو میزنم، کنترل با زد یعنی برگرد حالت قبل. خب اینجا رو بذاری پاک کنم، هر رنگی که شبیه این هست رو پاک میکنه. خب چه چیز جالبی بود. حالا میخوام در مورد تنظیماتش هم یه صحبتی کنم. این تنظیمات چی میگه؟ این بالا میگه که درجه حساسیتش رو مشخص کن، پیشنهادش روی 32. رنگ ها رو تشخیص میده. مثلا من وقتی رو آبی کلیک میکنم، یه بار دیگه پاک کنم، ببینید این آبی رو کلش رو برمی‌داره پاک میکنه. اگر من این رو کمش کنم، مثلا بکنمش 5، اون وقت خیلی دیگه میونه خوب پاک نمیکنه چون خیلی حساس شده، فقط میخواد دقیقا همون رنگ باشه. اما اگر درجهش رو بالاتر کنم، مثلا همون 32 خوب بوده، الان من میخوام یه خورده افراط کنم روش، مثلا میذارم 80، اون من هر چی کلیک کنم انتخاب میکنه، خیلی دیگه بازش زیاد شد. پس این قابل تنظیمه، باید ببینید با توجه به کارتون چه چیزی خوبه. خب الان دوروبر آقای شهاب حسینی تقریبا پاک شد، راضیم. یه نکته هم اینجا باز تو این تنظیمات هست، یه دونه کانتینیوز داره. کانتینیو یعنی پیوسته. حالا این یعنی چی؟ مثلا من اینو برمیدارم و این حالت پاک کردن بود، این حالت انتخاب، چون میخوام پاک نشه الان میخوام انتخاب کنم، روی این میزنم که آموزش بدم. فرض کنید من این رنگ آبی رو میخوام انتخاب کنم. خب درجهش رو یه خورده بهتر کنم، خیلی کمه، 32 میذارم. خب مثلا فرض کنید رنگ مشکی رو میخوام انتخاب کنم، روی این که کلیک کنم، وقتی کانتینیو هست یعنی فقط رنگ های پیوسته به این هرچی مشکی بود انتخاب کن. اما وقتی برمیدارم میگم پیوسته بودنش مهم نیست، هر رنگی که این رنگی هست انتخاب کن. یه دفعه میبینی ریش اینم انتخاب کرد. پس کانتینیو یعنی وقتی به هم چسبیده هستن، تا زمانی که این رنگ ها با هم چسبیده هستن دیگه ریش اینو نرو انتخاب کن. خب یعنی پیوستگی، کانتینیو یعنی پیوستگی. خب پس یه خورده با این ابزارها آشنا شدیم. این ابزار انتخاب جادویی بود، این پاک کردن جادویی بود. این ابزارم که انتخاب میکنه به صورت با موس، یعنی با دقت باید. خب من میتونم دیگه این باقی مونده ها رو با این پاکش کنم. اینجا مثلا یه خورده کثیف کاری داره،
اینا رو مثلا با این انتخاب مثل قیچیه ببرمش. دکمه دیلیت رو میزنم پاک میشه. انتخاب میکنم، دکمه پاک کردن یا دیلیت رو توی کامپیوتر میزنم. خیلی شیک. الان یه دونه فقط آقای شهاب حسینی رو این تو داریم. من میام رو دستور انتخاب، به جای اینکه بگم این انتخاب کن رنگ‌های مختلفی داره، میگم این پشتش رو انتخاب کن. پشتش انتخاب میکنم. بعد میگه راست کلیک میکنم، میگم که پشیمون شدم، هر چیز انتخاب کردی رو برعکسش انتخاب کن. پس الان آقای شهاب حسینی انتخاب میکنه. میام رو حالت انتخاب و اینا برمیدارم، اینجوری میندازم روی این تصویری که دوست داشتم، میاد اینجا. خب حالا یه خودم کوچیکش میکنم تا به اینجا به این تصویر بیاد. باید یه جور کنیم که این ابعادش هم به این عکس بخوره دیگه. همه این خطاها قابل رفع. عکس خیلی میشه، حالا دیدیم ما خیلی سرسری ساختیم، خیلی میشه عکس های حرفه‌ای ساخت با فتوشاپ. حالا میتونید عکس خودتون رو ویرایش کنید، یا مثلا با همین ابزار روتوش، همین ابزار مهر، مثلا تو عکستون اگه یه جوشی رو صورتتون هست میتونید پاکش کنید. حالا مثلا این عکسی که آوردیم جوش هم نداره، مثلا این دکمه رو فرض کنید میخوایم پاکش کنیم، خیلی راحت اینجا کلیک میکنید، اینجا میزنید و این محو میشه. حالا جوش رو صورت هم به همین صورت میشه پاکش کرد. این فتوشاپ به ما یه درسی میده و اون اینه که خیلی به عکس ها اعتماد نکنید. اگر یه وقتی یه عکسی چیزی منتشر شد، ممکنه که ساختگی باشه، خب این عکس هم میخوام یه امکانی رو توضیح بدم، ویرایش عکس دیگه. میتونیم بریم توی قسمت فیلتر، ببینید یه عالمه فیلتر داره. یعنی میتونید فیلتر به معنی آپشن، به معنی امکانات، یعنی یه سری امکانات رو روی اینها انجام بدیم. یه نمونهش رو که جالب هست رو من توضیح میدم. ابزار لیکیوفای. خب میاد اینجا، وقتی بزنید چنین صفحه باز میشه. شما توی با این ابزار میتونید مثلا یه قسمتی از تصویر رو بکشید. مثلا نگاه کنید، من میخوام آقای شاه حسینی رو یه خورده چاقش کنم، خیلی بذارید خود بزرگترش کنم ابزارم رو، مثلا میکنمش 100، این بزرگتر میشه. خب این وسط هم میشه دوباره، این خود کشون مرد خراب شد، میشه با ابزارهای دیگه دوباره درستش کرد. حالا صرفا جهت آموزش اینکه چه کاری میشه. یا مثلا لپش رو میخوام بدم تو، دیدین؟ یا دیگه مثلا چه کار کنیم، بذاری خود زوم کنم رو صورتش. با زدن این دکمه میتونیم برگردونیم به حالت قبل. الان صورتشون رو برمیگرده حالت قبل، این شکمی که داریم از بین رفت. خب یه چیزی رو اونجا میخوام به شما نشون بدم، زوم میکنم. حالا یه قسمتی از این عکس، مهم نیست کجا، میخوام خیلی زوم کنم. خب وقتی خیلی زوم میکنی، یه سری
مربع‌هایی رو میبینید که رنگی هستن. اینها چی هن؟ به اینها میگن پیکسل. یعنی یه مربع‌های خیلی ریزی هن که یه رنگی رو دارن. قضیهش رو میخوام تعریف کنم و بدونید که خیلی چیز مهمی، تعریف مهمی هم هست در مورد کیفیت عکس، رزولوشن، پیکسل، مگاپیکسل و غیره میخوام صحبت کنم. وقتی که میخواستن اولین بارها کامپیوتر که حالا به وجود اومده بود میخواستن عکس رو انتقال بدن به کامپیوتر، گفتن چجوری یه عکسی رو به کامپیوتر بفهمونیم. اومدن گفتن که ما میایم یه عکس رو به یه عالمه مربع ریز 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 تقسیم میکنیم و هر کدوم از اون مربع ها یه رنگی رو دارن. میبینید این هر کدومشون یه رنگ خاصی رو دارن. که کم کم وقتی شما عقب میرید این رنگ ها با هم میچسبن، اون شکل ما رو تشکیل میدن. این مثلا نگاه کنید، از دور قشنگ چشم بود، ولی وقتی زوم میکنیم یه دونش این رنگیه، کنارش خود رنگش فرق میکنه، کنارش رنگش فرق میکنه و از دور که نگاه کنید اون چشم رو تشکیل میده. به این مربع های ریز بهش میگن پیکسل. هر کدومشون بس یه رنگی رو دارن. خب رنگ رو چجوری توی کامپیوتر نمایش میده؟ همین صفحه نمایش ما چجوری نمایشش میده؟ رنگ، شما یه مفهومی رو میدونید، شاید هم ندونید، حالا بدونید از الان. یه چیزی داریم به اسم رنگ‌های اصلی. خب ما یه سری رنگ‌ها داریم به اسم رنگ‌های اصلی. 3 تا رنگن: رنگ‌های قرمز، سبز و آبی. این چند تا رنگ رو اگر با هم مخلوط کنید رنگ‌های جدیدی به وجود میاد. اگر این 3 تا رنگ رو با هم مخلوط کنید تمام رنگ‌هایی که شما مد نظر دارید میتونید باهاش بسازید. بسته به درصد اختلاط اونهاست. مثلا ممکنه که اینجا مثلا یه درصدی رنگ سبز، یه درصدی رنگ آبی، یه درصدی رنگ قرمز بوده. این یکی مثلا ممکنه قرمزش بیشتر بوده. این یکی مثلا ممکنه سبزش بیشتر بوده. بسته به ترکیب اونها یه رنگی تولید میشه. بهش میگن RGB. اینجا میبینید نوشته RGB. توی کامپیوتر جایی که رنگ اینا ارتباط داره این عبارت رو میبینید. R مخفف رد به معنی قرمز هست، G مخفف گرین به معنی سبز و B مخفف بلو به معنی آبی است. حالا اینها یه عددی دارن، ترکیبشون مثلا ممکن روی این برید عددش رو بخونید، مثلا نوشته عدد 256 برای قرمز، عدد فلان، یعنی اینا با این درصدا با هم مخلوط شدن این رنگ رو تشکیل داده. خب این مفهوم پیکسل، این شد هر کدوم از این کوچولوها شدن پیکسل. حالا وقتی مثلا دوربین تو شاید شنیدید میگه فلان گوشی دوربینش مثلا 20 مگاپیکسله. حالا یعنی چی؟ یعنی میتونه به سلول های خیلی کوچیکتری تقسیم کنه. یعنی 20 مگا به معنی یه عدده، به معنی 10⁻6 یعنی میلیون. 20 میلیون پیکسل اون دوربین خلق میکنه. اگر یه دوربین خیلی ضعیف باشه شما زوم کنی شطرنجی میبینینش. این خود برگردم عقب دیدیم بس این یه عالمه سلول بود که این رنگ ها رو در واقع در مجموع تشکیل میدادن. هر چقدر اون تعداد اون پیکسل ها بیشتر باشه، مثلا این چشمه اگر یه عالمه تعداد پیکسل دیگه بیشتر داشته باشه خیلی با کیفیت تره. خصوصا وقتی میخوایم عکس خیلی بزرگ چاپ کنیم باید تعداد پیکسل ها بیشتر باشه. اما یه مفهومی داریم به اسم رزولوشن. من برم یه عکس دیگه بسازم، نیو بود میزدیم، میگفت یه تصویر جدید میساختیم، اینجا میزنم، فرض کنید یه صفحه سفید میخوایم بسازیم و توش یه سری حرکت ها انجام بدیم. خب سری پیش اینو زدیم به صورت ترانسپرنت یعنی خالی. این سری میخوام بگم نه یه صفحه سفید بساز برام. اینجا یه اسمی میتونم اختصاص بدم، حالا خیلی مهم نیست. اینجا میگه که میخوای اندازش چند در چند باشه. هم میتونی بگی اینقدر پیکسل توی عرضش باشه، اینقدر پیکسل توی ارتفاعش باشه، هم میتونی واحد سانتی متر بذاری.
خب مثلا میگم که میخوام یه برگه برام بسازی، برگه خالی برام بسازی، ارزش مثلا 11 سانت باشه، ارتفاعش مثلا 22 سانت باشه، سانتی متر. اینجا میگه که رزولوشنش میخوای چقدر باشه. منظورش چیه؟ جلوش نمیشه پیکسل بر اینچ یا مثلا پیکسل بر سانتی متر میذارم. میگیم که مثلا 50 تا پیکسل توی هر سانتی مترش داشته باشه، چه توی این سمت چه توی این سمت. 50 تا پیکسل. خب من اگه بیشترش کنم چی میشه؟ اینجا یه حجمی هم نوشته، ببینید میگه که این 1.7 مگابایت میشه. اگر من اینو مثلا کنم 500، یه دفعه میشه 173 مگابایت. پس من وقتی که نیازی به عکس خیلی خیلی با کیفیت ندارم، الکی اینجا افراد نمیکنم که حجم عکسم زیاد بشه، کامپیوترم کند بشه. من یه تصویر معمولی میخوام، 50 پیکسل عدد خوبیه برای کارم. خب شما برای کارتون چه عددی میخواین؟ میتونید تمرین کنید ببینید چه عددی براتون مناسبه. اینجا میگه که رنگهاش دوست داری با چه اساسی باشه. من RGB رو به شما توضیح دادم. یه سری روش های دیگه هم هست، که مثلا این روش برای چاپ خیلی استفاده میشه، اما ما با همین کار میکنیم. نمیخوام حالا خیلی تخصصی روی این زمینه کار کنیم، توضیح بدیم. اینجا هم که گفتم رنگش بذاریم سفید باشه. فقط در این حد بگم این RGB معنی مخلوط کردن نورها هستن، نور قرمز، چون با مانیتور داریم کار میکنیم دیگه، با چاپ فعلا نیستیم، نمیخوام رنگ ها رو مخلوط کنیم، ما نورهای قرمز و سبز و آبی رو با هم مخلوط میکنیم. خب یه صفحه جدید ساختم. یه سری ابزارهای دیگر اینجا میخوام توضیح بدم. ببینید اینجا 2 تا رنگ میتونید انتخاب کنین. مثلا یکیشو میدم قرمز، یکی رو مثلا میدم سبز. و اینجا شما میتونید مثلا بگید یه تصویری بساز برام. دیدید یه سمتی رو این رنگ قرار داد، یه سمتی رو این رنگ، یا مثلا میگه از بالا به پایین بساز. یه همچین رنگ‌هایی رو مثلا مخلوط میکنه، به عنوان بک‌گراند میتونید بسازید. پشیمون شدم میخوام برگردم سفید، چه کار کنم؟ هم میتونم کنترل و زد رو بزنم، هم میتونم اینجا هیستوری یعنی حافظه. این عبارت انگلیسی هم کم کم یاد بگیریم که مبارزه نکنیم با یاد نگرفتنشون، بگیم ما که بلد نیستیم. کم کم یاد بگیریم. هیستوری یعنی تاریخ یا حافظه. برمیگردم بالا میگم این شکل اصلی بود، برگرد اون حالت. خب اینجا مثلا اگر به متنی بخوام بنویسم، این تیو میزنم و یه متنی رو مینویسم، اما فعلا نمیخوام این متنی رو بنویسم، میخوام یه چیزی رو بکشم. اینجا ابزارهای برای ترسیم داره مثل براش. خب اینجا میتونید شکلش رو انتخاب کنیم که چجوری بکشه. رنگش هم رنگ بالایی رو مد نظر قرار میده. خیلی بزرگه سایزش، من یه خورده کوچیکش میکنم، یه خطی رو میکشم. خب ببینید این تنظیمات هم اینجا مهمه، اما من توصیه میکنم که تست کنید. همیشه اگه نرم افزار جدیدی رو میخواید کار کنید باش بردارید، هیچ چیزی رخ نمیده، هیچ اشکالی نداره. مثلا این حالت نرمالش، ببینیم نرمال چی کار میکنه. خب این نرمالشه. دستور بعدی ببینیم این چی کار میکنه. یه خورده لبه هاش فرق میکنه، میبینید این خورده محو‌تره، این خورده انگار زبرتر کنارش. بعد این یکی ببینیم چی کار میکنه. خب ما چی میخوایم بکشیم؟ میگم جلوتر میخوام یه خورده رنگ ها رو اونجا با هم مخلوط کنیم. خب ببینید وقتی توی مولتی پلی زدیم، در واقع روی بعدی داره رنگ میریزه. یعنی وقتی ما 2 بار بکشیم خود پر رنگ تر میشه. این رنگ زیری هست، اینم روش اضافه میکنه. خب خیلی خوب شد. من یه رنگ رو بذارید عوض کنم، رنگش رو کنم آبی. یادتون گفتم رنگ ها رو میشه با مخلوط هم ساخت. وقتی که آبی رو سفید بزنم که هیچ آبی میکشه، ولی وقتی آبی رو با قرمز مخلوط کردم مشکی شد. البته درصد آبیش هم مهمه. بذارید یه خورده آبیشو کم رنگ تر کنم. گفتم اینا هر کدوم یه عددی دارن. خب اینجا میبینید شبیه قهوه‌ای شد تقریبا.
بذار یه خورده باز آبی کم رنگ تر بیارم. اینجا باز شبیه به حالت قهوه‌ای داره میشه. فعلا ما دو تا رو مخلوط کردیم. در واقع رنگ سبزمون فعلا صفره تو اینجا. یه رنگ سبزم بیارم حالا. روی سبز و روی قرمز بریزم ببینم چی میشه. سبز رو روی آبین بریزم، خود آبین پررنگ‌تر شد. حالا سبز رو روی مخلوط همه اینا بریزم. خب ببینید این ترکیب رنگ هاست. حالا درصد اینها مهمه، ما چه درصدی رو داریم با هم مخلوط میکنیم. اینه که اون RGB که گفتم میخواستم اینجا بهتر توضیح بدم، بهتر جا بیفته. خب بریم دوباره سراغ یه طرحی. فرض کنیم ما یه طرحی بکشیم، یه رنگ حالا خوب انتخاب کنم، مثلا یه سبز، و دیدیم ما با این ابزار تونستیم یه چیزی بکشیم. میتونیم رنگ چیز عوض کنیم، طرحمون رو عوض کنیم. یه راست کلیک میکنم، من الان رو این حالت بودم، میتونم مثلا میام به صورت دایره‌ای بکش برام. خب این مولتی پلی که بود، این رنگ ها رو چیکار میکرد؟ مخلوط میکرد با هم. خب میتونم اینو عوض کنم، بگم که مثلا رو این حالت باش، ببینم اینم مخلوط میکنه یا نه. نه این دیگه مخلوط نمیکنه. ببینید دیگه پررنگ‌ترش نمیکنه وقتی از روش ترسیم میکنم. خب یه راست کلیک میکنم، ببینیم پایینا ابزارهای مختلفی داره. مثلا یه حالتش گل میکنه، انگار چمن میکنه. یه راست کلیک دیگه کنم، این حالتش قشنگه، یه خورده طرح میریزه، انگار برگ ریزون میشه، باید خیلی درشته. بذار من این صفحه‌مو یه بار سفید کنم. خب اینم یه خورده کوچیک کنم، یه خورده برگ بریزم. خب این رنگ هم بذارید یه بار دیگه عوض کنم. یا نارنجی هم کنم، بد نیست برای این کار. این برگ تمام برگ چنار داره میکشه روش. حالا دونه رو باید امتحان کنیم ببینیم که هر کدوم از این قلموها چجوری برامون رنگ میزنن، برای طرحمون ازشون استفاده کنیم. صرفا هیچ هدف خاصی ندارم و صرفا جهت اینکه ابزارهای مختلف رو توی فیلم آموزش بدم، یه سری خطی ها دارم انجام میدم. فقط اینکه اینجا بدونید اینها مثلا مفهومی دارن. مثلا فرض کنید که این یعنی روی رنگ های روشن‌تر تبدیل کن. اگر دقت کنید مثلا روی سفیده نمیکشه، این روی سفید بکشم مثلا هیچی نمیکشه، روی اینها میکشه یه خورده روشن‌ترشون کنه. خب چون این رنگمون از این تیره تره نمیکشه. باز اینجا اگه بکشم ببینید اینو چون داره روشن‌تر میخواد کنه انجام میده. به خاطر این گزینه هست که یه را متن هم بنویسیم. مثلا بنویسیم رنگ متنمون رو مثلا مشکی میخوایم بذاریم. حالا چون متن طرحمون حالت شبیه به پاییز شد، مثلا می‌نویسم چی؟ پاییز. فارسی کنم. خب انتخابش میکنم، یه خورده سایزش رو میخوام بزرگ کنم. یه کلمه پاییز اینجا نوشتیم. حالا مثلا میتونیم پایینش هم یه خط یه چیز دیگه هم اضافه کنیم. میام روی بک‌گراند کلیک میکنم، دوباره میزنم ببینم کجا قشنگتر میشه.
میتونم فونتش هم اینجا حالا انتخاب کنم، مثلا چیز دیگه بدم. خیلی دنیای بزرگی فتوشاپ و فقط یه گوشه‌های کوچیکی شما اشاره کردیم. مثلا هم دکمه تیریدی که دیدم سه‌بعدی میکنه، طرح‌های سه‌بعدی میسازه. برای ساخت بنرها و پوسترها خیلی کاربرد داره. این براشی که من الان توضیح دادم از ابزار است که اصلا خیلی استفاده نمیشه، چون خیلی امکانات وسیعی داره و در کل برای ویرایش عکس، ساخت عکس خیلی کاربردیه. ولی خب مهمترین ابزارشون تقریبا همین مهر هست و دوست شما را توی این فیلم هم در مورد رزولوشن هم توضیح بدم جا بیفته، در مورد پیکسل ها به صورت عینی ببینید و به طور کلی با فضای فتوشاپ آشنا بشید. حالا خیلی قسمت ها مونده که توضیح ندادیم و واقعا هم دنیای بزرگیه، نمیشه با مثلا 1 ساعت و 2 ساعت فتوشاپ رو کامل گفت. اما خب معمولا وقتی میخوام با یه نرم افزاری کار کنیم اولش ترس داریم که ما این اصلا بلد نیستیم، ولی وقتی یه آموزش اولیه ببینیم میبینیم که ساده است، کار خاصی نداره. شروع که کنیم دیگه اون ترسمون میرزه، میتونیم آموزش های خیلی بیشتری ببینیم، میتونیم سراغشون بریم و یاد بگیریم. این امیدوارم که استارتی باشه، آغازی باشه برای اینکه شروع کنید به یاد گرفتن حالا ابزارهای مختلف، امکانات مختلف فتوشاپ و بتونید طرح‌های خوبی برای خودتون بزنید یا عکس‌های خودتون رو ویرایش کنید. به امید موفقیت‌های روز افزون شما. خدا نگهدار.